مقایسه بودجه آذربایجان جنوبی با بودجه گسترش زبان فارسی در خارج از ایران. یکی از سیاست‌های محوری رژیم پهلوی و رژیم فعلی گسترش باستانگرایی و زبان فارسی در داخل و خارج از ایران بوده که بدون هیچ سودی هزینه‌های سنگینی رو به مردم تحمیل کرده. برای اثبات این مسئله کافیه نگاهی به سهم گسترش زبان فارسی در خارج از کشور در لایحه بودجه سال 1400 داشته باشیم. ترویج و فرهنگ تمدن ایرانی در خارج از ایران، گسترش کرسی‌های زبان فارسی در خارج از ایران، آموزش زبان فارسی در خارج از ایران، آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی، تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی در خارج از ایران، پژوهش و راهبری فرهنگ جامع زبان فارسی در خارج از ایران، ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از ایران، بنیاد سعدی، بنیاد ایرانشناسی و تقویت کرسی‌های ایرانشناسی در خارج از ایران. اینها آیتم هایی هستند که در مجموع بیش از 2753 میلیارد ریال بودجه اختصاص داده شده. البته این فقط بودجه تخصیص یافته برای گسترش زبان فارسی در خارج از ایران هست. بودجه فرهنگستان زبان فارسی، بودجه دانشکده‌های ادبیات فارسی و تدریس این زبان در مدارس و دانشگاه‌ها، تولید محتوا در صدا و سیما و هزینه سمینارها و مراسمات مختلف برای توسعه زبان فارسی تو این لیست لحاظ نشده. این در حالیه که کل بودجه عمرانی برای طرح‌های ملی استان زنجان حدود 2924 میلیارد ریال بوده که البته بر اساس تجربه 24 سال گذشته متوسط درصد تحقق بودجه عمرانی فقط 66 درصده. یعنی انتظار داریم مثل سالهای گذشته همه بودجه وعده داده شده رو تخصیص ندن و احتمالاً امسال تنها 1930 میلیارد ریال رو به این استان تخصیص بدن که میشه تقریباً نصف بودجه‌ای که برای گسترش زبان فارسی اون هم تنها در خارج از ایران تخصیص دادن. همین مسئله کم و بیش برای بقیه استان‌های آذربایجان جنوبی هم صادق است. بودجه تخصیص یافته برای گسترش زبان فارسی در خارج از ایران حدود 23 برابر بودجه منابع طبیعی استان زنجان و 20 برابر بودجه تخصیص یافته برای محیط زیست استان اردبیله. یادتون میاد به خاطر نداشتن هلیکوپتر چقدر از جنگل‌های گردنه حیران و قرداغ سوخت؟ آذربایجان جنوبی که عملاً تبدیل به یک مستعمره شده و انتظار بیشتری هم برای گرفتن بودجه وجود نداره. اما اجازه بدید اعتبارات هزینه‌ای در بودجه برخی دستگاه‌های اجرایی رو هم بررسی کنیم. به عنوان مثال، بودجه گسترش زبان فارسی در خارج از ایران 7 برابر بودجه سازمان فضایی ایرانه، 15.3 برابر بودجه سازمان مدیریت بحران ایران هست، بیش از 4 برابر بودجه دانشگاه مراغه و بیش از 5 برابر بودجه دانشگاه بناب هست. علاوه بر موارد بالا، بودجه اختصاص داده شده به گسترش زبان فارسی در خارج از ایران برابر مجموع بودجه هزینه‌ای 20 پژوهشگاه و مؤسسه مطالعاتی به شرح زیر هست. پژوهشکده مطالعات فناوری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده توسعه کالبدی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، مرکز تحقیقات سرطان سینه، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده برق و الکترونیک، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهشکده صنایع شیمیایی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی شریف، پژوهشکده محیط زیست، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده علوم زمین و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. اپوزیسیون مرکزگرا و رسانه‌هاشون بارها به بودجه تبلیغات مذهبی و ایدئولوژیک رژیم انتقاد کردند که البته انتقاد همه هست و چیز جدیدی نیست.
ولی چرا صدای ردیف‌های بودجه‌ای برای گسترش زبان فارسی در خارج از ایران رو در نمیارن و هیچ وقت بهش اشاره نمی‌کنن؟ گویا تلاش پانفارسیسم چه در رژیم گذشته و چه در رژیم فعلی برای تحمیل زبان فارسی به ملل غیر فارس و اشاعه باستانگرایی، اون هم از جیب همین ملل تحت ستم، موجبات خوشنودی اپوزیسیون مرکزگرا از جمهوری خواهان گرفته تا طرفداران شاه و شیخ را فراهم کرده، به گونه‌ای که به نظر میرسه ایران مد نظر و ایدئال این تشکلات سیاسی بر روی گسترش زبان فارسی و باستانگرایی بنا شده، چرا که این گروه‌ها نه از هزینه‌های سرسام‌آور گسترش زبان فارسی در خارج از ایران که هیچ سودی نداره انتقاد می‌کنند و نه از عدم حق تحصیل به زبان مادری ملل غیر فارس. چه توجیه حقوقی و اخلاقی برای گسترش زبان فارسی وجود داره، اون هم از جیب ملت‌هایی که از حق تحصیل به زبان مادری خودشون در داخل جغرافیای ایران محروم هستند.